دومین دوره نمایشگاه ابوعلی سینا گام تازه برای رشد صنعت دواسازی و تولیدات داخلی کشور. دومین نمایشگاه تخصصی ملی و بین المللی ابوعلی سینا به هدف حمایت از تولیدات داخلی و معرفی ظرفیت‌های صنعت دواسازی کشور برای 4 روز در تالار نمایشگاه‌های بین المللی افغانستان برگزار شد. در این نمایشگاه 10 شرکت تولیدی و کارخانه‌های دواسازی از ولایت‌های مختلف کشور تولیدات و محصولات طبی خود را در معرض دید بازدید کنندگان قرار دادند. برگزار کنندگان میگوید که ایجاد چنین نمایشگاه‌ها میتواند زمینه رشد صنعت دواسازی، افزایش سرمایه‌گذاری و تشویق مردم به استفاده از تولیدات داخلی را فراهم سازد. مسئولان شرکت کننده نیز با مهم دانستن این نمایشگاه از حکومت و نهادهای مسئول خواستند تا برای رشد بیشتر صنعت دواسازی کشور تسهیلات لازم را فراهم کند. اسمم البته سیف الله است. تخلص کمال است، مسئول فنی شرکت تولید ادویه داروسازی آرمین فارما. نمایشگاهی که برگزار شده یک دستاورد بسیار خوب است برای تولیدات وطن، به خصوص آرمین فارما که میتوان البته تمام محصولات دوایی خود که تولید میکنه در داخل و همچنان مردم بیچاره و مسکین و همچنان دکترها و شفاخانه استفاده میکنه، میتونه از اون مستفید شه و بازدید کنن. دیگه انشالله در سه کیفیتش و همچنان خودکفایی کمپانی است که تأسیس شده به شمول آرمین فارما انشالله میتونه همون تمام نیازمندی که مریضای ما البته در شفاخانه دارن انشالله تکمیل کنن. ولی خوشبختانه کمپانی‌های تولیدی به شمول آرمین فارما دوایی که تولید میکنه انشالله کیفیتش خوبتر است، مسئولیتش بهتر است و قیمتش مناسبتر است نسبت به اونا. در حدود فکر کنی 70% نسبت به قیمتای اونا پایینتر است. اسدالله غالب هستم، مسئول فابریکه تولیدی آسیاسکار فارما. بله، امروز دومین نمایشگاه بین المللی فابریکه تولیدی ادویه است که در اینجا قسم که شما میبینید تمام غرفه ها ادویه‌ای که تولید میکنند به نمایش گذاشتن و به این افتخار میکنیم که الحمدلله امروز وطن ما به می سویه رسیدن، با وجودی که مشکلات دوا زیاد شده با پاکستان، با مشکلاتی که ما داریم دوا از اینجا نمیه، راه ها بند است، ولی ما الحمدلله تا جاگزین کردیم دوای وطنی خود ما را. ولی فعلا ما توانستیم که 50-60% خود اکتفا باشیم و الحمدلله به این منوال اگر سپورت دولت امارات اسلامی باشه هم قریب 100% میرسیم. نظیف امیرزایی هستم، مسئول تبلیغاتی حلیمیان گروپ. اسمی که اطلاع دارین امروز نمایشگاه ادویه و غذا هست، نمایشگاه به نام ابن سینا واقع در نمایشگاه بین المللی کابل، ولایت کابل و ما هم من حیث یک صنعت پیشه در بخش صحی که کار میکنیم و مواد شوینده تولید میکنیم در این نمایشگاه حضور پیدا کرد. نمایشگاه ها تاثیرات مثبت خودش را در جامعه ما دارد، چون ما محصولات وطنی و تولیدات خود کشور خود را به معرفی میگیریم و هموطنان عزیز ما از حضور پیدا کردن در نمایشگاه از محصولات وطنی خود ما همچنان با خبر میشه. اسم دکتر سمیر رسولی است، کارمند شرکت برق الوان فارما لطف‌الله یسر. تولیدتان در برق است؟ تولید ما داخل کابل است، پارک‌های صنعتی 4 قلم جنس تولید میکنیم که شامل بخش‌های دیالیز میشه. طبعا نمایشگاه یک تاثیرات بسیار خوب برای تولیدات افغانی ما داره، چون هم مردم با او آشنا میشه، هم تولید ما شناخته میشه و هم میتونیم که شامل بازار خوب شویم، بازار خوب به دست بیاریم، میتونیم مارکت خوب باشه. در همین حال شمار از بازدید کنندگان از کیفیت تولیدات داخلی ابراز رضایت کرده و برگزاری این نمایشگاه را گام مؤثر در راستای خودکفایی کشور در بخش ادویه‌جات و محصولات طبی عنوان کرده است. و باور آگاهان اقتصادی توسعه صنعت دواسازی داخلی میتواند افزون بر کاهش وابستگی به واردات، فرصت‌های شغلی بیشتر را نیز در کشور ایجاد کند. در همین حال با بسته شدن مرزهای تجارتی پاکستان و توقف واردات دوا از آن کشور، افزایش و تقویت تولیدات داخلی میتواند نقش مهم و مؤثر در تأمین نیازهای صحی مردم و کاهش وابستگی کشور به دواهای وارداتی داشته باشد. آگاهان باور دارد که حمایت از کارخانه‌های داخلی دواسازی نه تنها زمینه خودکفایی را فراهم می‌سازد، بلکه فرصت‌های تازه کاری و سرمایه‌گذاری را نیز در کشور ایجاد خواهد کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. ایمل ایدری هستم، یک تن از بازدید کننده همین نمایشگاه. واقعا جای افتخار است که در وطن ما شرکت هایی هست، کمپانی هایی هست مختلف که برای در بخش طبابت کار میکنه
واقعا یک افتخار است. اینجا آمدیم دیدیم فابریکات وطنی بود، واقعا تولیدات بسیار با کیفیت و بسیار خوب داره. تقریبا ما در بسیار سمینارها و شوروما و حتی نمایشگاه ملی و بین المللی ما اشتراک کردیم و شکر خداست ثابت که ما مقایسه میکنیم به حال الحمدلله بسیار خوب شده. یک قسم نمایشگاهی که فعلا در اینجا قسم جور شده، سابق ما که در خارج میرفتیم مثلا در کوریا، چین، ژاپن، اینجا که رفتیم و دبی یا ممالک همسایه و اینجا میرفتیم میدیدیم همیشه در ذهن من میگم والا یک روز شود که در وطن خودمون هم قسم یک نمایشگاه برقرار شود، اما قسم خودمون هم کابینا و غرفات داشته باشیم که مجهز با تولیدات وطنی باشه. سابقه را که به حالی که من مقایسه میکنم بسیار خوش هستم.